سلام، من هدا امانی هستم و امروز تصمیم گرفتم که برای عکاسی به شنبه بازار بندر انزلی برم. پس بیاید با هم آماده بشیم بریم یه دور شنبه بازار رو بزنیم. منم عکاسی میکنم و شما هم از این بازار سنتی و قدیمی لذت ببرید. شربت سینه بدم، گل بدم و گلاب بدم، شربت البالو بدم، آب البالو ارزان گدم ده بده نمانه. سه مدل دارم، زرش دارم، ترش، مخلوط ملس، خب شنبه بازار انزلی علاوه بر بازار بودنش به خاطر اون بافت سنتی و قدیمی که داره جزء جاذبه های گردشگری بندر انزلی هم حساب میشه. 40,000 مردم گیلان و انزلی و روستاهای اطراف انزلی روز شنبه محصولات خودشون رو از ماهی دودی، ماهیشو، ترشیجات، گردو، ترشی، سبزیجات، برنج، میوه و خلاصه از شیر مرغ تا جون آدمیزاد رو میارن تو این بازار برای فروش. اونم با شعر و ترانه و بگو بخند و کلی هیجان. موش دوا، سوسک دوا، سومون دوا، راب دوا، قرص برنج، قرص باقلا، سبج دوا، شبج دوا، ادویجات آلامو بدم. راستی قدمت این بازار به 70 سال میرسه و تقریبا توی مرکز شهر انزلی این بازار برگزار میشه و در ادامه من چیزی نمیگم تا شما از تصاویر لذت ببرید. دیوا پیاز، نمی پیاز، نمی پیاز ایور کنه نیاز آجا. دیوا پیاز. عجیبی رفتی توی این رفتی توی اکسپورو. میوه گلاب کاشا، همه رقم میوه از سه جدا. آقا بفرمایید 60 باطل، 70 باطل، اصلا فقط 50. میوه گلاب داره اون چی مرد خانم کدو با زمانه سال 50